السلام علیکم محصلین، طالب علمان و همه بینندگان. ما امروز مسئله 143 را از مواد تیاری به مرکز ملی تستی برای داخل شوندگان دیده می‌بریم. پیش از همه با شرطی مسئله شناس می‌شویم. بیایید یک بار شرط مسئله را در صورت تصویر شده همراه شما در پاراللوگرامی که در اکران های شما تصویر شده است بینیم. در اینجا AC دیاگنال برابری ریشه 505 سانتی متر، BD نیز دیاگنال دیگر که این 15 سانتی متر و DE این بلندی است که به طرف AB گذرانده شده است از قله DE پاراللوگرام. این DE به 12 سانتی متر برابر است. اکنون مقصد این مسئله از ما، طلب مسئله از ما یافتن پریمتر است. ما میدانیم که پریمتر پاراللوگرام به دوچنده ای سوم ای طرف های آن برابر است. اگر طرف های AB و DC را که به همچون طرف های مقابل پاراللوگرام برابرند A گوییم و طرف های AD و BC B خرد کتی اشاره کنیم، آنگاه پریمتر ما 2A جمع B می شود. معلوم که برای یافتن پریمتر ما باید طرف های پاراللوگرام را یابیم. برای این اول ما از راستگونجه بودن سه‌گونجه D B استفاده برده ایستاده، طرف B را همچون کاتت سه‌گونجه راستگونجه با استفاده تئرم پیثاگور می‌یابیم که این 9 سانتی متر را تشکیل می‌کند. شما این را در اکران خود مشاهده کرده ایستاده اید. همه اکنون AC ما که قسم باقی مانده طرف AB است به A ترک 9 برابر می شود. خاصیت های دیاگنال های پاراللوگرام را استفاده می‌بریم. یعنی این فرمول در اکران شما هست D1 کوادرات جمع D2 کوادرات برابر 2 ضرب A کوادرات جمع B کوادرات. ما از اینجا A کوادرات جمع B کوادرات را یابیم 365 سانتی متر می شده است. 365 می شود. از طرف دیگر از سه‌گونجه AD که راست گونجه است این چونین B کوادرات را می یابیم. B کوادرات ما A کوادرات جمع D کوادرات می شود. بعد که ساده می کنیم آن به A کوادرات ترک 18A جمع 225 برابر می شود. اکنون افاده 2 را به افاده 1 گذاشته می یابیم. معادله کوادراتی حاصل می کنیم و بعد که معادله کوادراتی را حاصل می کنیم جواب A می برآید. این یک طرفی پاراللوگرام 14 سانتی متر. برای یافتن طرف دیگر باز ما به فرمول اوله یعنی A کوادرات جمع B کوادرات برابر 365 قیمت A را گذاشته می یابیم که B ما 13 سانتی متر بوده است. اکنون قیمت ها یافته امان را به فرمولی که در اول مسئله با شما دیدیم، فرمول یافتن پریمتر پاراللوگرام، با آن گذاشته جوابی مسئله را می یابیم. یعنی پریمتر پاراللوگرام 54 سانتی متر بوده است.